ویدئوی امروز در مورد ختنه پسران هست. اگه میخواید که در مورد ختنه بیشتر بدونین و در مورد اینکه آیا ختنه توی نعوظ تأثیر داره یا نه، تا انتهای این ویدیو با من همراه باشین. سلام و درود به ویدیو دیگه ای از کانال دوکینگین خوش اومدین. اگه برای اولین باره که وارد کانال من میشین، ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا به محض آپلود شدن ویدیوهای جدید بهتون اطلاع داده بشه. پس با من همراه باشید. ختنه یعنی عمل برداشتن پیشپوست کلاهک سر آلت پسران. پیشپوست سر آلت نوزاد پسر موقع تولد با یه لایه پوستی نرم پوشیده شده که بهش حشفه میگن یا پوست ختنگاه یا پیشپوست هم نامیده میشه و پسرهایی که ختنه نمیشن باید حواسشون باشه، بهشون آموزش داده بشه که پوست اون ختنه‌گاه رو کنار بدن و یه سری ترشحاتی که وجود داره رو بشورن، چون ممکنه این ترشحات باعث تجمع میکروب‌ها و باکتری‌ها بشه و در نتیجه باعث عفونت، بیماری‌های پوستی و یا حتی بوی بد بشه. جالبه بدونید که طبق پژوهش‌های پزشکی ختنه آلت تناسلی مزایا داره. بهداشت و شستشوی آلت تناسلی راحت‌تر میشه. از طرف دیگه اون عفونت‌های ادراری که در اوایل زندگی منجر به مشکلات کلیوی میشن کاهش پیدا میکنه. میتونه باعث کاهش بیماری‌ها، کاهش عفونت‌های مقاربتی بشه و حتی باعث میشه که احتمال ابتلا به عفونت‌ها و بیماری‌های پوستی مثل سفت شدن کلاهک آلت کمتر بشه و باعث میشه که احتمال ابتلا به زخم و التهاب و قرمزی کلاهک آلت هم کم بشه و حتی کاهش احتمال ابتلا به سرطان آلت تناسلی هم میشه. اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده، ممنون میشم با لایکای قشنگتون به هم انرژی بدین و باعث بشین که این ویدیو به دست افراد بیشتری برسه. عمل ختنه در دوران کودکی راحت‌تر انجام میشه و عوارض کمتری هم نسبت به زمانی که بخواد این عمل توی بزرگسالی انجام بشه داره و بهترین زمان ختنه زمانیه که خطر زردی نوزاد از بین رفته باشه و توی نوزادانی که نارس هستن و یا حالا وزنشون کمه و یا اینکه ناهنجاری‌های آلت تناسلی دارن، یعنی همینجوری با این ناهنجاری‌ها به دنیا میان، احتمالاً این عمل ختنه دیرتر براشون انجام میشه یا حتی ممکنه که انجام نشه. عمل ختنه معمولاً 10 تا 20 دقیقه طول میکشه و توی روش عمل ختنه با حلقه معمولاً از خونریزی پیشگیری میشه و در آخر هم با کمک بخیه یا لیزر محل زخم ترمیم میشه. جالبه که بدونین ختنه در بزرگسالی با عوارض خیلی بیشتری همراهه که معمولاً هم میان با بیهوشی عمومی انجامش میدن. اگر بخوان توی بزرگسالی انجام بدن، خب با بیهوشی عمومی انجام میشه و اگه عمل ختنه توسط متخصص انجام نشه و توی مراکز معتبر انجام نشه، یه سری عوارض برای شما ممکنه که داشته باشه. حین عمل ممکنه خونریزی داشته باشی، عفونت کنه، دچار درد بشه، ممکنه حتی باعث چسبندگی پوست ختنه‌گاه و حتی ممکنه گوشت اضافه در ختنه‌گاه ایجاد بشه. حتی ممکنه باعث ختنه ناقص بشه یا حتی تنگ شدن سوراخ ادراری و یا حتی آسیب به آلت و عوارض
خیلی زیاد دیگه‌ای ممکنه داشته باشه. مراقبت‌های بعد از جراحی هم معمولاً توسط پزشک آموزش داده میشه. اگه سوزش داشتین، اگه سرخی داشتین، اگه تورم داشتین، اینا طبیعیه که معمولاً هم تا 10 روز بعد از عمل ختنه اینا از بین میرن. ولی اگه از بین نرفت، تورم شدید داشتین، ترشحات زرد رنگ داشتین، اگه علائم عفونت دیدین، حتما خیلی سریع به اورژانس مراجعه کنید. نکته بعدی هم اینه که اگه دیدین نوزادتون بعد از عمل ختنه ادرار نکنه و یا کم ادرار کنه و یا با گذشت 2 روز از عمل جراحی موقع ادرار کردن گریه میکنه، جیغ میزنه، حتما سریع باید به پزشک مراجعه کنید. نکته بعدی هم اینه که طبق تحقیقاتی که انجام شده تفاوت معنیداری بین افرادی که ختنه نشدن و افرادی که در کودکی ختنه شدن توی مسئله انزال، توی مسئله نعوذ و توی عملکرد جنسی و باروری و اینها هیچ تفاوت معنیداری وجود نداره. ولی اگه کسی توی بزرگسالی این عمل ختنه رو انجام بده ممکنه که در واقع تأثیراتی روی عملکرد جنسیش وجود داشته باشه. و اما نکته آخری که میخوام بگم اینه که ختنه کردن تأثیری توی طول آلت تناسلی موقع نعوذ نداره. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و آموزنده و کاربردی بوده باشه. اگه دوست داشتین این ویدیو رو برای دوستاتونم ارسال کنین تا باعث آگاه سازی اونها هم بشین.